السلام علیکم بینندگان عزیز و ارجمند تلویزیونی سیمای شهری پنجکند. نشر نوبتی برنامه اطلاعاتی پیغام منظور شماست. در تالار مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهری پنجکند جلسه هفته‌وار برگزار گردید. در تالار خرد مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکند جلسه نظارتی نزد رئیس شهر پنجکند برگزار گردید. در آغاز کمیسر حربی شهر اوید آمادگی به دعوت تیرماهی جوانان به خدمت حربی گزارش داد و جهت در مهلت معین گردیده اجرای نقشه دعوت رئیس شهر به راهبران و مسئولان سپارش داد. ضمن شنیدن گزارش اوید به رفت برطرف نمودن عاقبت آفت طبیعی در جماعت‌های دهاتی کوسه‌تراش، شینک، رودکی، وارو، سربند و ساحل کانال مرغدر گفته شد که برای پورا برطرف نمودن عاقبت‌های سیل در راه‌های نقلیات اساسی، پل‌ها، کارها ادامه دارند و برای این تکنیک و مکانیزم‌های ضروری سفربر کرده شدند. با مسئولان ساحه تندرستی جهت برطرف کردن کمبودی‌ها در تولدخانه شهری سپارش قطعی داده شد. رئیس شهر پنجکند عبدالخالق خالقزاده در ادامه جلسه توجه مسئولین را به تامین اجرای قانون‌های جمهوری تاجیکستان که چند پیش در تحریر نو به امضا رسیدند جلب نموده به مسئولان دخلدار برای به راه ماندن کارهای فهماندهی بین اهالی اوید پیشگیری قانونشکنی‌ها و زیاده‌روی در برگزاری جشن و مراسم‌ها دستور و سپارش‌های مشخص داد. در جلسه همچنین فعالیت بخش صنعت، ساحه کشاورزی، بخش کار با جوانان و ورزش، رشد هنرمندی، بخش سیاحی، شعبه کار با زنان و عائله مورد پرسش قرار گرفته شده برای اجرای وظیفه‌های داده شده راهبران موظف گردیدند. رئیس شهر پنجکند چند از ایرادهای خویش را جهت وضع اکولوژی شهر، تازگی، حالت شیار و آویزه‌ها بیان نموده برای برطرف کردن کمبودی‌ها مسئولان سپارش گرفتند. در جلسه نظارتی سردار شعبه منطقوی اگنتی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسیا در وادی زرافشان نادرخان اکملزاده حاضرین را با پیشنهادهای شعبه مذکور اوید به برطرف نمودن سبب و عامل‌های قانونشکنی‌ها از جانب بعضی خدمتچیان دولتی شناس نمود. از راهبران نهادهای مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر کارخانه مؤسسه‌ها دعوت به عمل آورده شد که در رعایت قانون حل قانونی مسائل‌ها پیشگیری عمل‌های کروپسیونی نمونه باشند. جلسه نظارتی را رئیس شهر پنجکند جنبست نموده از مسئولان تمام ساحه‌ها دعوت به عمل آورد وظیفه و سپارش‌ها را با درک بلند مسئولیت در مهلت معین گردیده اجرا نمایند. گزارش صبرین اکرم و باز قربانوف. چنانه اطلاع داده بودیم باران و سیل‌های آخر ماه این سال روان با انشاءات گوناگون جماعت‌های دهاتی شینک، وارو، رودکی، کوسه‌تراش و دیگر موضع‌ها ضرری کلان رسانید. برای برطرف نمودن عاقبت آفت طبیعی جلسه کمیته حالت‌های فوق‌العاده و مدافع گردشدنی ولایت سوخت برگزار گردید. با مقصد شناسایی با حجم زیان‌هایی که در نتیجه آفت‌های طبیعی در قلمرو شهر و دهات پنجکند به عمل آمد در جماعت دهات وارو جلسه سیار کمیته حالت‌های فوق‌العاده و مدافع گردشدنی ولایت سوخت برگزار شد. رئیس شهر عبدالخالق خالقزاده در آغاز سخنرانی خویش بار دیگر با اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان با رئیس ولایت سوخت معاون یکم رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان محترم رجب احمدزاده برای دستگیری همه طرفه جهت برطرف سازی عاقبت‌های آفت طبیعی عرض سپاس کرد و همزمان تاکید نمود که امروز با اشتراک بی‌واسطه معاون رئیس حالت‌های فوق‌العاده و مدافع گردشدنی ولایت سوخت علیشیر خالف در جماعت دهاتی وارو ما تصمیم گرفتیم که جلسه سیار این استاد را برگزار نماییم. در این جلسه سردار شعبه
کمیته حالتهای فوق‌العاده و مدافع گراجدانی ولایت سوغد در شهر پنجکین امید میروف درباره حجم خسارات، زیانها و کارهای انجام داده شده گزارشی مفصل داد. رئیس شهر عبدالخالق خالقزاده با راهبریت ولایت سوغد به همه آنهایی که در این جلسه اشتراک داشتند تاکید نمود که با مقصد سری وقت برطرف کردن عاقبت‌های آفتی طبیعی از حساب معاونان رئیس شهر پنجکین در 3 جماعت دهاتی که بیشتر آسیب پذیر شدند استادهای دائم عمل کننده تأسیس یافتند و امروز فعالیت آنها با مرام ادامه دارد. در جلسه سیار کمیته حالتهای فوق‌العاده و مدافع گراجدانی ولایت سوغد در جماعت دهاتی وارو نقشه وظیفه ها برای هرچه زودتر برطرف کردن عاقبت‌های آفتی طبیعی و پیشگیری چنین آفت‌ها معین و مقرر کرده شد. برنامه را ادامه می‌دهیم. در شهر پنجکین دور شهری آزمون جمهوریوی هنرآموز برگزار گردید. با مقصد اجرای دستورالسپاریش‌ها و امر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان اوید به جدول برگزاری جشن و سالگرد، فستیوال، نمایش، عید و آزمون‌های فرهنگی و معرفتی و عنعنه هنرهای مردمی در جمهوری تاجیکستان برای سال 2024 در شهر باسانیای پنجکین دور شهری آزمون جمهوریوی هنرآموز دایر شد. در جریان برگزاری آن محبوبه عظیمова نماینده کمیته کاربازانان و عائله نازی حکومت جمهوری تاجیکستان، معاون رئیس شهر پنجکین پروینه نقیبی و نمایندگان تشکیلات و مؤسسه‌های دخلدار اشتراک داشتند. ضمن برگزاری آزمون مذکور مهمانان از دستگیری و غمخوری‌های پیشروی معظم ملت نسبت هنرمندان ابراز اندیشه کردند. ذکر گردید که سرور دولت وابسته به فراهم آوردن زندگی شایسته برای مردم، حمایه حقوقی شهروندان، تأسیس جایهای نوی کاری، کسب آموزی کردن و با شغل دائمی فرا گرفتن دختران و بانوان خانه‌نشین تدبیرهای مشخص می‌اندیشند. برای آنها کورس‌های آموزشی کوتاه مدت تشکیل کرده شدند. از جمله امروزها در ریاست اگنسی مهنت و شغل اهالی در شهر پنجکین چنین درس‌های آموزشی تشکیل کرده شده است. از جمله کورس‌های کوتاه مدتی قنادی، دوزندگی، سرتراشی و مانند اینها عمل می‌کند. در فضای تنتنوی با 50 نفر ختم کنندگان کورس‌های کوتاه مدتی ریاست از روی اختصاص‌های سرتراش، قنات، دوزنده، شهادتنامه تخصصی رمز دولتی سپاریده شد. در آزمون هنرآموز هنرمندان چیره‌دستی شهر و دهاتی پنجکین از روی 5 نامیناسیا مهارت و محصول دستانی خویش را نمایش دادند. در صحن ریاست اگنسی مهنت و شغل اهالی شهر پنجکین نمایش هنرهای مردمی از جمله قراقدوزی و گلدوزی، کشیده‌دوزی و قالین بافی، سبد بافی و دیگر هنرهای دستی به نمایش گذاشته شد. با گفته هنرمندان آموزش کسب‌های گوناگون مردمی با عائله برای درآمدناکی علاوگی مساعدت می‌کند. چون شهر باسانی پنجکین مکان استراحتی و فراغتی و از همه اساسی سیاحی می باشد، بیشتر این هنرها را بانوان اساساً برای سیاحان برای ارمغان آماده می کنند. هدف برگزاری آزمون مذکور دریافت استعدادهای نو، جلب جوانان به هنرهای مردمی، رشد منبع ملکه و مهارت کسبی متخصصان ساحه، تقویت بخشیدن به کسبیت آنها، جلب بیشتر سیاحان خارجی به مملکت و ترغیب و تشویق عنعنه‌های ارزشمند میراث پرقناوت گذشتگان می باشد. از روی نتیجه های جمع‌بست آزمون نمایندگان حکومت جمهوری تاجیکستان و مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکین برای اشتراک فعال در دوره شهری آزمون هنرآموز 15 نفر بهترین ها معین شده با سپاسنامه و تحفه ها قدردانی شدند. غالبان دوره شهری آزمون جمهوریوی هنرآموز سنه 6 ایولی سال روان در شهر دوشنبه که در مؤسسه دولتی باغ ایران برگزار می گردد در آزمون جمهوریوی کامیابی ها تمنا میکنه. با مقصد پیشگیری از حادثه های ناخوشی ساختار، راهبریت و کارمندان قسم مستقل 38 حربی کنانیده شده خدمات دولتی آتش نشانی اوید به محافظت شهر پنجکین کارهای ترغیباتی و نظارتی را وسعت میبخشند.
از طرف هیئت شخصی قسم مستقل 38 حربی کنونیده شده خدمات دولتی آتش‌نشانی اوید به محافظت شهر پنجکند با مقصد اجرای نقشه چاره‌بینی‌های ریاست خدمات دولتی آتش‌نشانی ولایت سوخت و فرمان وزیر کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان در انشاءات ساحه‌های اجتماعی، معارف، تندرستی، فرهنگ، بازارها، مرکزهای سودا، نقطه‌های خدمت‌رسانی، دیگر بخش‌های خواجگی خلق سنجش‌های نظارتی گذرانیده شدند. از روی نتیجه های سنجش های گذرانیده شده بنابر رعایت نکردن قاعده های بیخطری از حادثه های ناخوش ساختار نسبت به 15 نفر شخصان مسئول سندها ترتیب داده شد. اینچنین در دایره تشکیل ریدو سنجش‌ها و کارهای ترغیباتی میان اهالی و کارمندان تشکیلات و مؤسسه‌ها در دوام سال روان در حدود شهر و دهاتی پنجکند 9 عدد حادثه ناخوش ساختار از بی احتیاطی خود شهروندان و رعایت نکردن قاعده‌های بی‌خطری هنگام استفاده تجهیزات برقی و گازی در منزل‌های استقامتی رخ داده است که آن نسبت به همین دوره سال گذشته 2 حادثه کم به قید گرفته شد. در ادامه در این تدبیر با ابتکار مسئولین و اشتراک نمایندگان خدمات دولتی آتش‌نشانی شهر پنجکند برای برطرف نمودن کمبودی و بلند برداشتن مهارت کسبی هیئت شخصی در بازار مرکزی شهر پنجکند مشق مشترکی آتش‌نشانی با رمز عملیات مخصوص ساختار دایر گردید. در چاره‌بینی مذکور از جانب هیئت شخصی قسم مستقل 38 حربی کنونیده شده خدمات دولتی آتش‌نشانی اوید به محافظت شهر پنجکند با استفاده از تکنیک و تجهیزات و قوه و واسطه‌های لازمه آتش شرطی با یک مهارت بلند سری وقت خاموش کرده شد. در مشق مشترک دسته اختیاری بازار مرکزی کارمندان شعبه وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان در شهر پنجکند، کارمندان یاری تعجیلی طبی و متخصصان شبکه‌های برقی شهر فعالانه اشتراک نمودند. در جریان عملیات مخصوص ساختار با مسئولین جهت برطرف نمودن کمبودی‌های جای داشته از جمله برای حرکت به مشکلی تکنیکی صحابی در حالت ضروری نگاه داشتن سپری آتش‌نشانی و آمادگی دسته اختیاری توصیه‌های سودمند داده شد. همزمان برای اشتراک فعالانه با اشتراکچیان مشق مشترک سپاسنامه‌ها از طرف رهبریت قسم تحفه‌های خاطروی تقدیم کرده شد. رهبریت قسم مستقل 38 حربی کنونیده شده خدمات دولتی آتش‌نشانی اوید به محافظت شهر پنجکند با تاجران بازار مرکزی اوید به پیشگیری از حادثه ناخوش ساختار و رعایت قاعده‌های بی‌خطری از ساختار کارهای فهماندهی انجام دادند. برنامه را ادامه می‌دهیم. دسته فوتبالی سراسمی شهر پنجکند با دسته فایزکند ناحیه واسه در ورزشگاه مرکزی شهر پنجکند مسابقه نموده با پیروزی نایل گردید. سانه 30 ایونی سال روان مسابقه فوتبال در لیگ یکم بین دسته های سراسمی شهر پنجکند و دسته فایزکند ناحیه واسه ولایت ختلان در ورزشگاه مرکزی شهر پنجکند با اشتراک رئیس شهر عبدالخالق خالقزاده، راهبران مقامات حفظ حقوق و دیگر نمایندگان و مخلصان برگزار گردید. مورد ذکر است که در این مسابقه فوتبالبازان شهر پنجکند برتری خویش را نشان داده با حریفان خویش از دسته فایزکند ناحیه واسه با حساب 2-0 پیروزی به دست آوردند. معاون رئیس شهر پنجکند عضو مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان مراد شکرزاده درباره این پیروزی و همزمان اشتراک بیشتری ساکنان شهر و دهات پنجکند در این مسابقه اندیشه‌هایش را چنین ارزیابی کرد. در حقیقت امروز یک بازی شوق‌آور بود و فوتبالبازان دسته سرافت خیلی با مهارتی بلند بازی کردند و در نتیجه غالبیت به دست آوردند. من از فرصت استفاده برده همه اعضایان دسته رو به این غالبیت نوبتی مبارکباد میگویم و احتراماً خواهش میکنم که در آینده نیز با هم خیلی یک روحیتی بلند بازی کنند و از اون جمله از فرصت استفاده برده از شهروندان شهر دهاتی پنجکند مخلصان بازی فوتبال
خواهش میکنم که در بازی‌های من بعد فعالانه آمده اشتراک کنند در ورزشگاه. سرداری مؤسسه دولتی فوتبال کلوب سرز عادل بابویف تاکید نمود که مقصد و مرام ما باز هم تکمیل بخشیدن مهارت فوتبال بازان دسته سرز است. دور دهم است که ما در چمپیونات لیگ یکم تاجیکستان اشتراک کردیم. دسته وایسکند نوی بازی را قبول کردیم. بازی خیلی با شدت گذشت. برای ما هر یک بازی خودی به مانند فینال می باشد. بازی 2-0 با فایده کماندی سرز شد. از روی اطلاع سرمربی دسته سرز رحمت الله فضیلوف آنها امسال تصمیم گرفتند که برای باز هم بلند برداشتن مهارت و استعداد فوتبال بازان تدبیرهای زیادی را عملی سازند. همینطور این مسابقه با حساب 2-0 با فایده دسته سرز به شهر پنجکین جنبست گردید و ما امید میکنیم که در مسابقه های من بعد دسته سرز به شهر پنجکین باز با کامیابی های کلان نائل خواهد شد. روحبریت اتفاق کسبه و کل آموزگاران مکتب صنعتی بچگانه شهر پنجکند با مدیر قسم تعلیمی مکتب صنعتی بچگانه ایوب طاهرجان نسبت وفات پدرش همدردی بیان می‌نمایند. بینندگان گرامی، در همینجا برنامه اطلاعاتی پیغام به پایان می‌رسد. برای هر یک شما سلامتی را خواهانیم. خیر، شاد و پیروز باشید.